سلام علیکم برادران. اینایی قوم های از قرلوق است، از راه دور می آیند. به این وضعیت مرکبایشان اونا ببینین، این بیلرایشان ها ببینید. به شما بعضی شما به این بیلرا به این مرکبا آشنایی دارین. خواهی کمبخت ها از اول تا به آخر به این وضعیت هستند. یک کسی باشه که به اینا همکاری کنه، یک 40 تخته 50 تخته سولر بذاره، یک آب بازک بذاره، پایپ دوانی کنه در قشلاق از قرلوق آب برسانه. اینا خیلی مردم های خوبی هستند، مردم های جانانه ای هستند، میهمان نواز، با میر با الفت، خیلی مردم خوبی هستند. اما متاسفانه جای زندگی میکنن که آب نداره. ببینین اینه زخره درست کردن، لب دریاست، خب لب دریای تخار. به همین شکل زخره در قشلاقی از قرلوق اگر درست بشه، اینا بالکل آرام میشن از طرف چی آب بردن. اینه بچه که کار سعی کنین میده شب نمیخوابه، خواب طرفی که آب ندارن بخورن، میای خانهشان آب ببره. بچه جان تو چیزی گفتنی داری که بگو، یک چیزی بگو دیگه. در قشلاقتان اگه آب ببرن یگان آدمی برادر، تو یک چیزی امی آبتان در قشلاق ببره راحت هستی؟ راضی هستی؟ راضی هستم. خب تو چی نظر داری؟ آب در قشلاق ببرن شبا طرف آب نیایی راضی هستی؟ خوب است؟ میشه که ببرم آرام میشه. بلر خرق دیدیم بچه های وضعیت ایناست. خب ما فقط به چی میکنیم که میگیم که یک کار خیر شوه، یک کار ثواب شوه. ببینین شما بچه هایی که از قرلوق میبینن، بچه های گلبلاغ میبینن، به این خرا و به این بیلرا آشنایی داری میدانین. اینایی هم دوباره مرقد خواجه جنگل جان ولی این پیستایش هست. این قریه لب از قرلوق آمد، اینجا خانه درست کردن، زندگی میکنن لب آب. لیکن کشت زراعتشان طرف انبرکو است. او بالا میبینی کوها را انبرکو است. اینای سولرها را ماندن، از دریا آب میکشه اینجا یک ذخیره درست کنه. این برادرها از ذخیره کمی آب چی میشه پاک میشه به مرکبا آب میبره. جور سالم باشین. تشکر. خب ایره آگاهی کنین انشالله. لایک و فالو هم یادتان نره. یک خدمت با قوم و قبیله و با ملت شوه. سلامت باشین. یک دستان تکان بتین. خب